روند نوسازی و توزیع بانکنوت‌های جدید در افغانستان. سلام، خوش آمدید به مجله روز. آغاز توزیع گسترده پروسه توزیع بانکنوت‌های جدید به بانک‌های تجارتی آغاز شده است و در آخرین اقدام 100 میلیون بانکنوت جدید به این بانک‌ها سپرده شد. این اقدام برای مقابله با بحران کمبود نقدینگی و فرسودگی شدید پول که پس از سقوط دولت پیشین ایجاد شده بود صورت می‌گیرد. جمع‌آوری پول‌های مندرس طبق آمارها تنها در سال 1402 بیش از 800 میلیون بانکنوت مندرس جمع‌آوری و عریق شده است. تا پول‌های نو جاگزین آنها شوند. در یک مرحله نیز حدود 3 میلیارد افغانی برای تامین نیازهای تبادلاتی روزمره شهروندان به بازار تزریق شده است. محل چاپ پول به دلیل نبود امکانات و زیرساخت‌های لازم در داخل کشور، پول ملی افغانستان همواره در خارج از کشور چاپ شده است. در حال حاضر چاپ پول عمدتاً توسط شرکت‌های اروپایی مانند شرکت‌های بزرگ در لهستان انجام می‌شود. قراردادی که از دوره جمهوریت باقی مانده بود و توسط امارت اسلامی پیگیری شد. گزارش‌ها نشان می‌دهد که بانکنوت‌های کلانتر 500 و 1000 افغانی در فرانسه چاپ می‌شوند که بخشی از آنها در سال 2023 و 24 وارد بازار شده است. هزینه چاپ پول از بودجه کنونی افغانستان تامین نمی‌شود. برای حل مشکل منجمد شدن ذخایر ارزی، صندوق امانی افغانستان در سوئیس ایجاد شد که هزینه چاپ پول از سود و اصلی دارایی‌های 3.5 میلیارد دلاری این صندوق پرداخت می‌گردد. تسهیل انتقال ایالات متحده برای جلوگیری از فروپاشی کامل سیستم پولی، فرایند انتقال پول‌های چاپ شده به کابل را از طریق پروازهای ویژه تسهیل کرده است. مقامات بانک مرکزی در سال 2023 اعلام کردند که موافقتنامه‌های جدید را با شرکت‌های بین‌المللی برای چاپ مستمر پول امضا کردند. اگرچه نام این شرکت‌ها به دلیل محدودیت‌های سیاسی فاش نشده، اما ورود تدریجی معامله‌ها نشان دهنده تداوم این قراردادهاست.